سلام به همه شما دوستای خوب و با صفای خودم. آقا امشب میخوایم یه موشکافی اقتصادی داشته باشیم. یه موشکافی اقتصادی تو فضای پسا تحریم. البته فضای جدید هم برای کشور، برای علم، برای دانش، برای تجارت، برای صادرات باز خواهد شد. ما امروز باید در فضای پسا تحریم ببینیم جهان رو و بر آن برنامه ریزی کنیم. ممکنه یک نگرانی پیش بیاد و اون این که بگن شما این دانش‌های اقتصاد دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان، تشویق جوانها، اینا برای این بود که خارجی‌ها به شما جنس نمیدادن. صبر کن بابا ببینم، صبر کن. چی گفتی؟ اقتصاد دانش بنیان. اقتصاد دانش بنیان دیگه چه صیغه ایه؟ اقتصاد دانش بنیان رو از کدوم جیب عباد در آوردی؟ اصلا اقتصاد دانش بنیان یعنی چی؟ ساده لوحی نباید بکنیم، باید در این فضای نو کاری کنیم، از تجربه دنیا استفاده کنیم، با دیگران مشارکت کنیم. شما بهتر میدونید علم رو از صفر نمیشه شروع کرد، فناوری هم از صفر نمیشه شروع کرد. تو همین هسته‌ای اگر ما میخواستیم از صفر شروع کنیم خیلی عقب بودیم. آها، این اقتصاد دانش بنیان رو جلو اقتصاد مقاومتی عظما علم کردی ها؟ یعنی میخوای با سیریشم دانش ریشتو بچسبونی به فکل غربی ها؟ خب اینجوری که خیلی ضایع میشه که. یعنی میخوای علی گدا رو بپیچونی؟ خب رفتیم از یک کشوری نقشه های یک کارگاه و کارخانه بزرگ UF6 رو خریدیم، آوردیم تو اصفهان. قدم های اولم اونها کمک کردند برای نصبش. خب حالا بعدش رها کردن، ما دیگه ادامه دادیم تا نهایت. حالا اگه از اول از اونها نقشه نمی خریدیم، با اونها صحبت نمی کردیم، می گفتیم ما دانشمندان خودمون باید بنشینن UCF اصفهان بسازن، شدنی بود. منتها 10 سال بعد، 15 سال بعد. راه میانبر معنیش اینه. حقا که دست آموز کوسه‌ای. آسمون و ریسمون و UF6 و زمین و زمان رو به هم میچسبونی تا ته خط بگی که آقا اقتصاد مقاومتی کشکه و راهی جز میانبر زدن به غرب نیست. خب آخه کرفس، وقتی علی گدا میگه اقتصاد مقاومتی منظورش پر کردن جیب خودش و پاسدارشه. اینو میخوای چیکار کنی؟ رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش از سپاه و بسیج خواست در راه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به نقطه آسیب ناپذیری اقتصاد کشور به دولت کمک کنند. میخوای سهم شیر رو خودت قلوم بکنی و سهم روبا رو بدی به پاسدارای کرکودیل؟ فکر کردی اون هیولاها به چندر قاز تو رضایت میدن؟ این خبرها نیست. بزن در همه پهنها ادامه داره. علی گدا و اکبر کوسه هیچ جای سالمی واسه هم دیگه باقی نذاشتن. دعوا سر لحاف ملاست. هم اینا هم خودشونو تیکه پاره کردن، هم لحافو. موشکافی